تو شیرازا هنوز که هنوزه ما به خیابون فلسطین نمیگیم فلسطین، میگیم سر باغشا. نمیگیم خیابون تختی، میگیم شهناز. یعنی بیردم در تاکسی بگیریم مثلا بگیم خیابون توحید، راننده گوگیجک میگیره. ولی یک کلام بگی سر داریوش، یعنی هم اون ما رو میفهم هم ما رو میفهمیم. نمیگیم میدون بسیج، میگیم فلکه فرودگاه. نمیگیم میدان قدیر، میگیم مصدق. نمیگیم 15 خرداد، میگیم پارامونت. بعد حالا او وقت شما اومدی اسم شب یلدا و چهارشنبه سوری رو تغییر دادی، توقع داری ما شیرازیا بهش بگیم روز چی حالا گفتی زبون بسته، فرهنگ ترویج با خیشاوندان و نمچی تکریم همسایگان. اما 75 کیلومتر شیراز تخت جمشید داریم ما. شب یلدا و هر چی دار و ندار تاریخ ایران از این بر دلمونه. توی شیراز و تو شیراز خودمون به این کار که شما کردی میگیم خودت انک کردی. خودت انک نکن. ما به شب یلدامون که نمیگیم ترویج خیشاوند رو شهر